روز کریسمس یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ بچه خدا تولد شده. پس این حال وقتی که تو برازو میگی مبارک ولادت بچه خدا. و بسیاری کساس اینی عوام که گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. اینی عوام که گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزد. دیده که در عید قربان، عید رمضان شما را تبریک میکنن. وقتی تبریکتون کردن شما رحمتشون بگید. در همون روزهای عیدتون یگان هدیهشون بدید. وقتی اونها عید کردن شما تبریکشون کنین میگن بین، زیرا شما میگن ناچارین، شما در ملک هوا زندگی دارین، شما دیگر ضروره که با اونها میگن در همین مسئله ها چیکار کنین؟ معامله کنین میگن. امروز بحث ما سر از این مسئله کریسمس است که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمان ها در بازارهای گل فروشی و اینجا درخت کریسمس و برای غیر مسلمان هایی را می فروشن و بسیاری وقتها در تبریکی گفتن و این گپ‌ها از یا چی حکم است بفهمیم. اول حدیث صحیح هست، از ابو داود گرفته هست. امام ابو داود در سنن ابو داود روایت میکنه و شیخ ناصرالدین البانی در مشکات المصابیح ای را گفته حدیث صحیح است و در مشکات المصابیح حدیث 1439 هست، چون در مشکات المصابیح احادیث صحیح هم وجود داره و احادیث ضعیف هم وجود داره و یا را تخریج کرده شیخ ناصرالدین البانی. این حدیث صحیح است. عن انس رضی الله عنه میگه که قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آوردن و لهم و مردم مدینه یومان یلعبون فیهما، دو روز داشتن که اونا در او ساتیری میکردن، چون روز عید انسان لباس جدید میپوشه، خانه دوستای خود میره، مثلا غذا تهیه میکنه، خوشی میکنه، لعب ساتیری میکنه. دیگه گفت ما هذا، میگه رسول فقال، میگه رسول الله گفت که ما هذان الیومان، رسول الله پرسانشان کرد که دروز چی هست که شما ایده میکنین؟ پس قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیه، گفتن این دو عید ما بود که ما ساتیری میکردیم در جاهلیت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این بسیاری از ملا صاحبا، مولوی صاحبا، علما، شیخ الحدیثا، کسا مفتی صاحبایی که فتوا میدن یا باید عقیده داشته باشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فصیح‌ترین انسان ها در عرب بود. از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده که از فصیح‌تر و الفاظی که رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال میکردن که مفاهیم وحی خفی که بر از می آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با الفاظ بسیار دقیق استعمال کرده. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت که خیر است این دو روزه هم شما ساتیری کنین، با شما دو عید دیگه با داریم. رسول الله صلی الله قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما، الله تبدیل کرده به عوض از این عیدها دو عید دیگه تبدیل. موضوع تبدیل چی است؟ مثلا وقتی که من برای خودت میگم که اینی موبایل از من، این موبایل اسوس، موبایل من را که موبایل خود تبدیل میکنی، تو میگه ها تبدیل میکنم، من چی میگم؟ خیردوگک شد عجیب خود میمانم. حالا بعضی مفتی صاحبا همین قسم بگن که عبدالکما معنای عزیز که او دیدان میگیریم ایران میگیریم. وقتی که رسول الله هم گفت که عبدالکما معنای چی است؟ که الله تبدیل کرده، یعنی او دو عید اوسو شد، او رو اوسو کنیم، ایوازش الله تبدیل کرده چی؟ دو عید دیگه را تبدیل کرده خیر منهما یوم الاضحی و یوم الفطر. پس قبلا میگه عیدهایی بود که عیدهای عصر جاهلیت بود، این که نامش نوروز بود، این که نامش مهرجان بود، بعضی مفسرین میگه ای بود، یا هر عید دیگه که عید
بغیر از عید اضحی و عید فطر بود از عصر جاهلیت، اونا را الله گفت که عوضشان الله تبدیل کرده اینمی دو عید است. پس مسلمان ها دو عید دارن، خلاص دیگه عید نیست. ایناله ای که به نام عید کریسمس میایه و عیدهای دیگه که اینجا میایه، این عیدهای مسلمان ها نیست. این هالیدی، روز مقدس که میگه، این it is not holiday for Muslims. این رو باید برش بگویم که این روز مقدس برای تو هست، این روز مقدس برای ما مسلمان ها نیست. برای ما کدام روز مقدس است؟ هالیدی ما هست، عید فطر است. برای ما کدام روز؟ به خاطر که ما در عید فطر یک ماه مکمل روزه میگیریم. در ختم از او وقتی که عید میکنیم، این عید برای ما مقدس است. در عید اضحی که از ما مسلمان ها قربانی میکنیم، ما مسلمان ها به حج میریم، یکی از ارکان اسلام مثلا تطبیق میکنیم. پس او روز مقدس است برای ما. روز عرفه برای ما مقدس است، روز عید اضحی برای ما مقدس است. روز جمعه که ما و شما اینی خطبه جمعه است و نماز جمعه را میخوانیم، اینی روز مقدس است برای ما. اما این روزهای از اینا را ما دیگر روزهای از اینا برای ما مقدس نیست. از این خاطر شده است. یعنی برادرای عزیز و گرامی میگه از بس که امروز ما در همون محله های اونها زندگی میکنیم، در شهرهای اونها زندگی میکنیم، ما دیگر ناچاریم، ما ضروریم که در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را تبریک بگیم، تهنیه بگیم. یعنی اینها میگه دیگر جای ناگزیر است، ما دیگر نمیتونیم. برای همین در برابر همون تبریکی که میکند شما تبریکشون کنین، چرا که اونها شما را تبریک میکنن. یعنی شما دیگر یک جا با اون مردم زندگی میکنید. علامه ابن القیم رحمه الله در کتاب احکام الذمه در جلد اول صفحه 205 میگه و اما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به فحرام بالاتفاق. یعنی اگر این روز کس مبارکی میته برای غیر مسلمان ها، روز مقدسشانه مبارکی میده که مبارک باشه. اول کلمه مبارک میفهمین؟ یعنی الله را با برکت بگردانه. او بتای خودم اونجا پیش میکنه، تو میگم این بت الله برکت بده. کلمه کفر شد. و رضا بالکفر کفر. از این خاطر میگه که مبارکی دادن برای غیر مسلمان ها در شعائر کفر، که این روز کریسمس هم یکی از شعائر کفری از اونا هست. و این سرش میگیم که چرا شعائر کفری است؟ مثل ان یهنئهم باعیادهم و صومهم، مثل که برش تبریکی بده به عیدهایشان یا به روزه هایی که اونا میگیرن. فیقول عید مبارک علیک او تهنأ بهذا العید و نحوی، فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. اگر اینمی چیز و هو به منزلت ان یهنئه بسجوده للصلیب. میگه چرا این حرام است؟ میگه مثل که یک نفر عیدش مثل همیست، یک نفر سجده میکنه برای بت، برای صلیب، به مجسمه، و تو برش میگی که مبارک باشه. گفتم میتونی؟ پس او اینمی روز چی عقیده داره؟ چی رو تجلیل میکنه؟ خونمو عقیده که ضد عقیده موضوع است. موضوع میگم که عیسی علیه السلام الله میگه و ما قتلوه و ما صلبوه، او را قتل نکردن، صلیب نکردن. متوجه هستین؟ بل رفعه الله. ما تو عقیده داریم که الله او را به آسمان بلند کرده و در آخر زمان دوباره حضرت عیسی مسیح میایه و بالاخره صلیب به دست خود میشکنن و بر مردم ثابت میکنه. موضوعی تو عقیده ما او به ضد عقیده موضوع میگه که نه صاحب، این عید کریسمس است، این عید هست، عید صلیبی ها هست. اینا عقیده دارن که عیسی مسیح که است اونجا باز شراب میمانن، میگه این خون عیسی مسیح است. اونجا یک توتک نان میرن، میگه این گوشت عیسی مسیح است. یعنی ایده که تو بخوری این گوشت عیسی مسیح است، این خون عیسی مسیح است، این واینی شراب. و اینا میره و اینجا توضیح میکنن و به این عقیده است که عیسی مسیح علیه السلام کشته شده، در صلیب اویزان شده. اینی قسم است. پس وقتی که میری برازو میگه که مبارک باشه، اینه می تو در حقیقت امو عقیده از رو چی کردی؟ تایید کردی. خب دیگه یک عالم دیگه میگه که یأسم الانسان اذا فعل شیئا مما ذکر بغیر قصد. اگر میگه این چیزا را بدون قصد کرده باشه این گناهگار میشه. و انما فعله اما مجامله او حیاء او احراجا او غیر ذلك. و هل يجوز التشبه بهم؟
وقتی که از پیش مفتی های اسلام پرسان کردن که یک نفر به خاطر حیا یا به خاطر سرش فشار است یا به خاطر میخواد که تو مجامله بکنه به همراه از اونا دیگه چی است؟ گفت این چطور است؟ فاجاب، پس این علامه ابن عثیمین که یکی از مفتی ها بودن اینا میگه چی است؟ تهنئه الکفار بعید الکریسمس او غیره من اعیادهم الدینیه حرام بالاتفاق. با اتفاق علمای اسلام چی است؟ یه حرام است. کما نقل ذلك ابن القیم رحمه الله. خب دیگه چی؟ دیگه اینال ای علما وقتی که دستار میگن، وقتی که میگه چی است؟ خب چرا میگه این حرام است و چرا ناروا هست؟ میگه به خاطر ازی که ای در حقیقت لان فيها اقرار لما هم علیه من شعائر الكفر. به خاطر چی حرام است؟ به خاطر ازی که این اقرار است با اونا به چی؟ به شعائر کفریشان و رضا به لهم و رضایت خدا بر از اونا نشان میده. وقتی که برای یک هندو و بت خدا بت پرستی را مجلس داره، تو برش میگه مبارک باشه این روز بت پرستیت، مبارک باشه این قتل عیسی مسیحی که تو عقیده داری، مبارک باشه این فلانی تو، مبارک باشه این فلانی ازی. الحال اونو اعتقاداتی که اینا دارن، اونا عقیده دارن که در این روز کریسمس بچه خدا تولد شده. گپ دقیق فهمیده؟ اصل گپ در کجا هست؟ روز کریسمس یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ بچه خدا تولد شده، Son of God تولد شده میگن. پس این حال وقتی که تو برازو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. و اینجا گپ چیست؟ و بسیاری کساس اینی عمق گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزنه کسی. حداقل عقیده خدا بفهمه که اینمی چی معنا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است؟ برو پرسانش کن، حداقل استادش کن، بگو برادر امیر روز کی تولد شده؟ میگه عیسی مسیح. بگو کیست عیسی مسیح؟ جیسوس کرایست. میگه Son of God، بچه خدا هست. خب او میگه من تجلیل میکنم تولد بچه خدا را و تو میگی مبارک باشه. من سجده میکنم برای عیسی مسیح، خدای مثل العیاذ بالله عیسی مسیح. در کدام کلیسا شما نام الله را دیدین؟ در کدام کلیسا نام الله نوشته است؟ در هر کلیسایی که شما امروز برین، اینترنت است، نوشته کنین چرچ و نوشته کنین، در هر کلیسا داخلش نشان میده که اون مجسمه کی است؟ مجسمه عیسی مسیح است و مجسمه دروغینش است و اونم مجسمه است که در صلیب آویزان شده و وقتی که از بهش پرسان که بگی نمی کی است؟ میگه این بچه خدا هست. آل جناب مفتی صاحب میخیزه فتوا میده که این میره تو بخی چی کن؟ تبریکی بده. پروا نداره. چرا پروا نداره؟ به خاطر پروا داره. فهمید یعنی؟ لكن يحرم على المسلم ان يرضى بشعائر الكفر. بله مسلمان حرام است که به شعائر کفر چی باشه؟ راضی باشه. الرضا بالکفر کفر. رضایت به کفر چی است؟ کفر است. اینم از مفتی های اسلام پرسان کن، بگم این جمله چی معنی که الرضا بالکفر کفر؟ وقتی که رضایت به کفر کفر است، آل ایمه خیزه درخت را جور میکنه که این مربوط میشه به کریسمس. کریسمس چی است؟ روز تولد بچه خدا. به عقیده از اونا. پس وقتی که تو روز تولد بچه خدا را برش تبریکی میتی یا بر از او درخت جور میکنی، آیا درست است؟ الله سبحانه تعالی میگه که ان تکفروا، ای مردم اگر شما کافر شوین، فان الله غنی عنکم، الله غنی از شما، ولا یرضی لعباده الکفر، الله بر بنده های خود به کفرشان رضایت نداره. الله پیغمبر فرستاده، الله کتاب فرستاده، الله قرآن فرستاده، الله سنت فرستاده و در اینجا الله به این خاطر این دین فرستاده که برای بنده های خود رضایت کفر نداره و برشان گفتن که وقضى ربک، و فیصله کرد پروردگار تو الله تعبدوا الا الله، که عبادت نکنین بغیر از الله. آل الله فیصله کرده که بغیر از الله کسی دیگه را عبادت نکنین،
اونا میخیزن یک شخص را، یک پیغمبر را عبادت میکنن، باز شما میخیزن بر از اونا چی میکنین؟ مخالف رضایت الله. و شما چی میکنین؟ بر از او تبریکی میتین و بر از او میگین که این گپ این درست است.